پشت این ماسکا کیا بودن؟ تصور کن سال 1865 تو تنسی آمریکا یه گروه آدم با لباسای سفید و کلاهای عجیب توی شهر ظاهر می شدن و آروم دور هم می چرخیدن. ولی این فقط یه نمایش نبود. اگر نمایش بود مردم عادت می کردن. ترس اصلی تازه از اینجا شروع میشه. کلید وحشت ماجرا این بود که اونا با ظاهرشون مردم میترسوندن، بعد با کارهایی که انجام میدادن ثابت میکردن این فقط یه نمایش نیست. اونا بی دلیل به خونه ها حمله میکردن و تهدید میکردن و علامت آتش جلوی در خونه ها میذاشتن و در کمال ناباوری فرداش یک نفر ناپدید میشد. اما پشت این ماسکا کیا بودن؟ اونا کوکلاکسکلان ها بودن، گروهی که با وحشت و خشونت میخواست قدرت سیاسی و اجتماعی رو به دست بیاره و مخالفاشو کنترل کنه. اما یه شب اتفاقی که حتی خودشون هم انتظارشو نداشتن افتاد، چیزی که ترسش از همه شبهای قبل بیشتر بود. ادامه رو توی قسمت بعد تعریف میکنم، اما همینقدر بدون هیچ کس فکر نمیکرد یه گروه با لباسای سفید میتونه انقدر وحشتناک باشه. کی میدونه سرنوشت این گروه چی شد؟